کارهای بزرگ اغلب ترسناکند، علل خصوص اگر فرد احساس کند در مقابل افرادی با تجربه تر از خودش قرار گرفته است. این وضعیت شبیه وضعیت مدیران جوانی است که در سازمانی پر سابقه مسئولیتی پذیرفتند. در این مواقع چه باید کرد؟ فیلم رین میکر یا کارگزار ماجرای وکیلی جوان است که در مقابل یک شرکت بزرگ بیمه قطع علم می کند تا حق یک خانواده فقیر را بپردازد. از ماجرای این وکیل جوان یقیناً می توان درس انسانیت آموخت، اما درس مدیریت چطور؟ با ما همراه باشید. رودی بیلر در اولین روزهای پس از قبولی در آزمون وکالت طی یک اتفاق ناگهانی مسئول یک پرونده بزرگ می شود. قرار بر این بود که او دستیار وکیل اصلی این پرونده باشد، اما روز اول دادگاه وکیل اصلی به دلایلی نمی تواند کار را شروع کند و مسئولیت بر عهده رودی می افتد. اولین درسی که از او می گیریم دل به دریا زدن است، اما نه دل به دریا زدنی بدون احتیاط. او در یک مسیر از همراهی یک فرد با تجربه به عنوان دستیار بهره میبرد و با این پشتوانه از پذیرش مسئولیت استقبال میکند. من برای طرح شکایت آمادگی دارم. تو وکیلی؟ راستش قربان، من تازه امتحان دریافت پروانه وکالت رو دادم و قبول شدم. آقای استون رسیدگی به این پرونده رو از جانب من به عهده گرفتن تا امتحانمو بدم. خب پس بذار بهت بگم، تو واقعا آدم با دل و جرأتی هستی که بدون پروانه وکالت پا تو دادگاه من گذاشتی. حالا برو بیرون، گورتو گم کن. اول پروانه بگیر بعد بیا وکالت کن. اما قبول مسئولیت تازه شروع ماجراست. رفتارهای رودی برای ما بسیار آموزنده است. او هنوز خود را یک دانشجو می‌داند. در تمام صحنه‌های مهم فیلم کاغذ و قلمی همراه دارد که همه چیز را یادداشت می‌کند. مدیران جوان بیش از هر چیز به اطلاعات نیاز دارند و رودی این را خوب می‌داند. فیلم چند داستان را به طور موازی دنبال می‌کند و در تمام آنها یک ویژگی رودی بسیار مشهود است: انسان دوستی او که در عمق تمام ماجراها پیشران اصلی است. عشق به انسان صفتی است که یک مدیر ساده را از دیگر مدیران متمایز می‌کند. چیزی که هر مدیر تازه کاری به آن نیاز دارد حمایت است و انسان دوستی بیش از هر چیز موجب حمایت قلبی دیگران می شود. همین ویژگی رودی در کنار مسئولیت پذیری فوق‌العاده او باعث می شود که شیفلت همکار رودی با تمام وجود با او همکاری کند تا پرونده بزرگی که در دست دارند با موفقیت خاتمه یابد. این همکاری با تاکتیک‌های تیمی بسیار زیادی همراه می شود. آنها شاهدان پرونده را که توسط رقیب تطمیع یا تهدید شده‌اند به سختی می‌یابند و وارد ماجرا می‌کنند. وقتی شهادت این افراد توسط دادگاه رد می‌شود، ناامید نمی‌شوند و با افراد با تجربه تر مشورت می‌کنند و از همه مهمتر شب و روز تلاش می‌کنند تا کاری که شروع کرده‌اند به پایان برسانند. در این مسیر نقاط ضعف رقیب را به دقت شناسایی می‌کنند و هر یک از این نقاط ضعف را به فرصتی برای کسب برتری در پرونده تبدیل می‌کنند. بارها و بارها زمین می‌خورند، اما هر بار با عزمی راسخ ادامه می‌دهند و نتیجه اصلاً دور از انتظار نیست. رودی اولین پرونده وکالت زندگیش را چنان موفقیت آمیز خاتمه می‌دهد که نام او بر سر زبان‌ها می‌افتد. با هم به مرور نکات مدیریتی فیلم کارگزار می‌پردازیم. 1. از شروع کارهای بزرگ نترسید. مسئولیت پذیری اگر با انسان دوستی همراه شود، حمایت دیگران را در پی خواهد داشت. 2. از کوچکترین اطلاعاتی که به دستتان میرسد استفاده کنید. تفاوت مدیران مجرب با مدیران تازه کار اطلاعات انباشته از تجربیات قبلی است. همیشه مثل یک دانشجو یادداشت برداری کنید. و 3. از شکست‌های کوچک پله بسازید و بالا بروید. تا زمین نخورده و برنخیزید، شیرینی موفقیت را نخواهید چشید.